خانم فرخنده مهریار که تقاضا کردن که من یک کلمه شعر میکنم، تقاضا میکنیم زودتر بیان شعر خود اجرا بکنن تا برنامه بعدی. سحر شونه دوباره تاریکی شب، گلا لبخندیم در روی افتاب. مهاجرهای دلتنگ ار کجایم، در آغوش وطن خود پس بیایم. نه در بین قفس باشد کبوتر، نه تاشه باشد تای چادر. ددای کندی بگیریم خوش و خوشحال، بسم جشن گل بادام ارسال. دوباره از پس کوههای بانیو، شب بار دیگر افتاب نمایو. دوباره از پس کوههای بانیو، شب بار دیگر افتاب نمایو. تشکر ساجده.